اگر پدر و مادر در حال حیاتشون احتیاج داشته باشن به اولاد، بعد وفاتشون بیشتر احتیاج دارن. چون که در حیات اگر پسر دختر کاری انجام ندن، پدر میره در دیگری را میزنه، اما بعد از وفاتشون هیچ راهی دیگه ندارن. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. هیچ کار نمیتونن بکنن. یک ملایی پدرش را در عالم رؤیا دیده بود، سوالاتی کرده بود. کار ندارم به همه سوالاتش. یکی از سوالاتش این بود که ما وقتی خیرات میکنیم برای شما چه حالتی پیدا میکنیم؟ ولو یک قل هو الله آدم بخوانه، ولو یک درهم به فقیر بده به نیت پدر یا مادر یا آبا و اجداد، چه حالتی پیدا میکنید؟ گفته بود ما نمیتوانیم معادلات این دنیا رو به شما بفهمانیم، اما یک مثال برات بزنم. اگر شما در حمام باشید، حمام قدیمی که شما دیدید عادتاً، اگر یک آدمی در حمامی حبسش بکنه و همه درها را از پشت ببندن و تنها باشد در این حمام و آب گرم باز باشد و بخار دور این آدم بپیچه و حالت خفگی پیدا بکنه، در این حالت اگر یک پنجره‌ای باز بشه و هوای سرد داخل میشه، این آدم چه احساسی میکنه؟ ما همین احساس را میکنیم. واقعش پدرها، مادرها، اجداد، جداد در بالاترین و شدیدترین حالات احتیاجن و ما باید به مقدار امکان اینها رو فراموش نکنیم. آقای والد رحمت الله علیه می‌فرمودند بهترین کار آدم همه نوافل، همه مندوبات انجام بده به نیابت عن المعصومی. یعنی وقتی مثلا نماز قفیل را میخواند یا نماز وواعدنای این شبها را میخواند به نیابه از پیغمبر و ائمه معصومین و صدیقه کبرا صلوات الله علیهم اجمعین به نیت نیابت انجام بده. خیلی ثواب داره نیابت از معصوم. این نیت نیابت ثواب داره. این ثواب را اهدا بکنه به اموات، به پدر، به مادر، به اجداد. این بهترین کاره. یک نفری بود نوشتن، یک ملایی بود به نام ملا فتح علی سلطان آبادی. هر وقت میشنید مرده‌ای فوت کرده، برای این مرده 2 رکعت نماز وحشت میخوند و هیچ کس خبر نداشت. شب وحشت، شب اول قبر یا شب اول مردن، میت احتیاج به انس داره. این 2 رکعت خیلی آسونه، سبب انس امواته برای هر میتی و هیچ کی مطلع نبود. گفت یک روزی یک نفری اومد و گفت فلانی را، یک مرده‌ای که تازه فوت کرده بود،
در عالم رؤیا دیدم، گفت از فلانی یعنی ملا فتح علی تشکر بکن، من در شدت بودم، در ضیق بودم، تا اینکه ملا فتح علی 2 رکعت نماز خون، به من هدیه داد، فوسع الله علی، و خدا انشاءالله امواتش را رحمت بکنه که من را نجات داد. ممکنه 2 رکعت نماز سبب نجات میت باشه، ممکنه یک فاتحه سبب نجات میت باشه. اگر پدر و مادر مدیون باشن، در روایات داره اگر پسر یا دختر این دین را ادا بکنن خیلی ثواب عند الله داره. مسئله شرعی، اگر پدر و مادر نمازهای قضا دارن، پسر اکبر الابن الاکبر واجب است این نمازها رو قضا بکنه. علی کل حال افرادی که آبائشون در حال حیاتن باید محاوله بکنن به پدر و مادر خدمت بکنن، و افرادی که پدر یا مادرشون فوت کردن محاوله بکنن الا ینسوهم من الخیرات والمبرات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.